سلام دوستان، چطورید؟ خوبی؟ خوش اومدید به آموزش عالی. و ما توی آموزش قراره که یه دو لیزری بسازیم و اول کار میخوام یه نکته بگم، اینکه فقط و فقط دو ما باید با 2 بلاک پوشیده باشه. یعنی اگه از 3-4 بلاک بیشتر باشه قفل نمیشه، هر کسی میتونه ازش رد بشه. لایک و کامنت یادتون نره. بدون معطلی بزنیم بریم سراغ ویدیو. خب دوستان، برای ساخت دو لیزری ما به این آیتم داریم. این اسمش میاد، سرچ کنید بیاد یه دونه این من میزنم که اسمش بیاد تا بتونید سرچ کنید. خب ما وایسا حساب کنم. آره 3 تا پایین توی زمین صاف نمی‌کردم، فکر کنم بهتر بود. دو لیزری میتونه 3 تا بکنید یا میتونید بیشتر دل بخواهی. من پیشنهاد میکنم که گیوس بلاک هم همه تون باش. میبینید یه دفعه اشتباه کرد. خب میشینید برای اینکه این کار کنه ما باید 2 اینو با این پر کنیم. اینو میکنیم، اینو میکنیم، بعد حواستون باشه مثلا اینو میکنیم، اینو حتما باید بکنیم، مهمه. اگر کار نمیکنه این از این خیلی آسونه. خدای آموزش هایی که من میدم همش بدون مود آسونه که شما عزیزان بتونید بسازین و لذت کافی ببرین. بالا بعد بکن چیه میذاری. اشتباه از من شما میتونه همین بمونه یا مثلا لیزری میشه. خب قرمزه. خب این جلسه هم گذاشتی یا میتونی نذاری. روی جلسه ها از این اسمش چی بوده یادم، اوکفنک گاتا بذارید. فکر کنم اینو بیشتر از 4 بلاک بذارید. 4 بلاک که اینا دیده نشه. حالا نه بیشتر 4 بلاک نه، اشتباه کرده. بیشتر 4 بلاک نذارید. اینا هر رنگی که بخواین میتونید بذارید. حالا من از این استفاده میکنم که هم رنگ اجباری نیست که حتما استوری باشه.
خودتون انتخاب کنید. حالا برای اینکه اینا درست کار کنه گلس میزنم. اگه اینو بذارید نمیذاره رد بشی. این نامرئیه مثلا بهتر، یا میتونی خودتون یه کار کنید اینا مرئی نشه. میدونم که خودتون از من خیلی حرفه‌ای تر و واردترین انجام امیدوارم از آموزش خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، بای بای.